بالاخره روز موعود فرا رسید. من خیلی استرس دارم. امیدوارم که پذیراییم خوب بشه، به خاطر اینکه حالا یه سری اتفاق افتاد که من قرار نبود تو این برنامه باشم، ولی الان حضور پیدا کردم. خیلی یهویی شده دیگه، حسابی از صبح تو بدو استرسم دیگه. هرچی هم بلای آسمانی بود امروز سر من نازل شده. ان شاءالله که همه چی خوب باشه دیگه. برم این دوتا رو بزنم و دیگه برم حاضر شم. بریم روز دومو شروع بکنیم. امروز خونه الناست و چرا من زود اومدم؟ طبیعی که زود بیام برای اینکه برنامه گذار این برنامه من هستم و باید زودتر از همه باشم برای اینکه بدونیم چی کار میخوام بکنیم. استایل امروزم گفتن اسپورت، امیدوارم که مورد پسندشون واقع بشه. کارام تموم شد، خیلی زحمت کشیدم. داداشم و خواهرم خودش خیلی امروز کمکم کردن، دستشون درد نکنه واقعا. اگه اونا نبودن که مثلا نمیتونستم برگزار کنم مهمونی رو. بعد دیگه همین دیگه منتظرم ببینم که کی میان. فکر کنم دیگه تا 10 دقیقه یا 20 دقیقه دیگه نهایتاً بیان. فکر میکنم اولین نفرم مریم یک باشه، فکر میکنم، چون دیروز نیم ساعت زودتر اومد. خیلی آن تایم، یعنی همه آن تایم بودن واقعا، ولی نمیدونم. فکر میکنم که ایشون باشه. بریم ببینیم امروز چه اتفاقاتی میفته. خدا بخیر کنه. سلام، چطورین؟ اینجا چی کار میکنی؟ زود اومدم یا دیر اومدم؟ فکر میکنم امروز خونه مریم شما 2 باشیم. البته که تو چالش این دفعه هم شوهرم هم درگیر شده دیگه. مرسی. سلام، چطوری؟ مرسی. شما خوبی؟ ممنونم. خیلی خوش اومدید. چه زحمت کشیدی. حتما اشتباه. ممنون. چه حسی. بکنم شما 2 مریم تو 2 عزیزم خوش اومدین. بفرمایید. خب بفرمایید. خیلی خوش اومدی عزیز دلم. اختیار داری. قربون شما. چشاتون قشنگه. بفرمایید. نه بابا اختیار داری. شما زحمت کشیدی. بفرمایید. نوشیدنی چیزی میل داری؟ اگه آب حتما از خودتون پذیرایی کنین تا بچهای دیگه هم بیان. من برم بعد آب بیارم. سلام، امروز روز دوممونه. فکر کنم میریم خونه النا. یه سوتیای دیشب داد، هوا عالیه، قراره دوباره بهمون خوش بگذره. واقعا گروه خوبی بودیم، خیلی کیف کردم. امروز هم اتفاقای خوب میفته. به خیلی خوش اومدی مریم جان. خوشحالم دوباره میبینمتون. بفرمایید اون وسط. خواهش می‌کنم. اینجا بشینم. بله بله. فداتم. مرسی. خب مریم جون نوشیدنی شما چی میل داری؟ آب حتما. میخوای کیفتو جایی بذارم؟ میذارم این پایین. باشه عزیزم. قربون دستت. باشه. من برم آب بیارم. چطوری خوبی؟ هوا جذاب شده. خاطر شد بهاری شد. آره دیگه خوب شد. شهام رفت به خوشی. مریم 2 فکر میکنم شغلش تو کار شیرینی و کیک اینا باشه، چون که این 2 روز دیدم واسه میزبان کیک آورده و شیرینی آورده. حدس میزنم تو این حرفه باشه. مریم هم مثل دیروز خوش برخورد و خوب بود. سلام علیکم. سلام. خوبی؟ قربونت برم. مرسی. من از 2 ساعتی میشه که اینجا هستم. عزیزم. فدات بشم. با زحمت‌های ما. فدات بشم. همه چی خوبه؟ راحت اومدی؟ فدات بشم. دخترمون چه میزی چیده دیروز؟ دیدی چی گفت؟ از من توقع نداشته بود. منم دیگه راستش آخر خواهرم برادرم خیلی کمکم کردن امروز. خدا رو شکر. خیلی هم خوب. عالی. چه خبر؟ همه چی خوبه؟ خدا رو شکر. بله. فدات بشم. عالی. منم میخوام این دوستان آب داشته باشم. بله. با یه دونه بار رژیمی. ببخشید. با یه بار رژیمی. من به عنوان بار بکنم معروف میشم. نه بار رژیمی رو با خودت من برم آب بیارم. نه ازش میگیری. سهیلا جون امروز من ندیدمشون، فکر کردم که دیرتر از ماها اومدن. بعد متوجه شدم که زودتر از همه اومده بودن و درگیر سری کارهای پشت صحنه بودن.
خب خانمای زیبا، چرا شما میکاپتون قشنگه؟ دیروز هم خیلی قشنگ میکاپ کرده بودی. شما هم همینطور میکاپتون، رنگ رژتون چقدر زیباست. من عاشق این رنگ رژم. جدی؟ من اولین چیزی که پیدا بکنم اونو میزنم. یکی زیباتر. واقعا انشالله میتونی. قربونت برم سویلا جونم خوشگله دختر. قربون شما برم. من بابا ماشاءالله در مقابل شما یعنی از این تعارفای خانومون. نه تو سویلا جونم که دیروز میکاپشون خیلی قشنگ بود. دوست داشتم. خیلی جالبه. خیلی فیدبک خوبی داشتم. گفتن این میکاپ آرتیست گفتن ولی تگشون واقعا ولی خودش خیلی بهتون میومد. آره خیلی جالب اینجاست که حتی یه دونم فیدبک بد نگرفتم و خیلی برام جالب بود. باورت میشه خودمو اصلا ندیدم دیروز که من چجوری آرایشم کرده، طرف چه کارم کرده، هیچی ندیدم. چون انقدر همه برنامه دیر شده بود نمیفهمیدم اصلا چه. بعد تازه آخر شب یادم افتاد برم نه واقعا تازه آخر شب که دیدی خب ازش گذشته بود. گذشته بود. قیافه خسته تازه فیلم گذاشتم. خیلی هم خیلی خوب بود. خیلی لایت و خیلی چیز نبود. آره میکاپ خودت خیلی خوشگله. قربونت برم. مرسی. ممنون. مرسی. چشاتون قشنگ. خودت ماشاءالله خیلی قشنگ خودت میکاپ می‌کنی. شغلشون به نظرتون چیه؟ ببین فکر میکنم چون بحثا با رو میکاپ خیلی دام درست حد دارم. خب چی؟ نه میکاپ آرتیست؟ نه درست حد یا زدی؟ نمیدونم. شما دیروز همینجوری فکر میکردم یه ذره صحبت کردیم. البته که فکر کرده بودم دیروز ممکنه عکاس هم باشه. اینم تو ذهنم اومده بود. آره دیروز من یه سوتی دادم گفتم مدل. آره سر اون فکرم یا ممکن میکاپ آرتیست باشه یا که عکاس باشه. مزوندارم ممکن بود. نه آخه مدل هر مزونی نمیرن دیگه، با یه جایی معمولا کار میکنن. شاید حتی به فکرم نرسیده بود. ولی اون دوتا رو خیلی برام بولدتر شده بود که ممکنه باشی. من حد زدم که آرتیست باشی. حالا مثلا نمیدونم توی بیوتی یه حرفه‌ای داشته باشی. چه جالب. همه باهوشن. البته این سوال از باهوشی میدونی چیه؟ طرفای مقابلمون خیلی آدمای خودداری نیستن. همه وقتی صحبت یه جورایی سوتیایی دادیم راجع به تقریبا شغلاتون. anyways پس مطمئن میگید که میکاپ آرتیستن؟ من فکر میکنم جوری که مثلا حالا شواهدو میتونیم کنار هم بچینیم میگیم، مطمئنم نمیتونیم باشیم. من حتما اصلا نمیدونم. من که اصلا نمیدونم شغل هیچ کدومتون رو نمیدونم. بعد از اونجایی که خیلی باهوشم حدس میزنم همه رو درست میگم. میکاپ دیروز من کار ایشون بود و آره کارشون زیرسازیشون عالی بود. من البته میگم واقعا بد موقع دیدم کار تو. خیلی هم با استرس انجام دادی. خب دیروز همه چی اصلا دیر شده بود. کسی که قرار بود میز منو بیاد بچینه خیلی دیروم. همه چی خیلی لاست مینتی بود. خیلی روز پرتنشی داشتم حقیقتا و خیلی راشد کردم. میدونم که یعنی هر 5 دقیقه یه بار هم بلند میشدم از سر میکاپ هم بهش چیز میکردم، یه سیخونک میزدم که تمومش کن. نمیتونم. خیلی استرس داشتم. آره خیلی با استرس روز انجام دادیم و اینکه مثلا حالا سر خط چشم که من دارم سریع خشک میشه چون با یه روغن خاصی مخلوط میشه و اینا. بعد این روغن یعنی سریع باید بکشم. بعد یه خورده داستان داشت دیگه چون یه جای دیگه داشتم میکاپ میکردم. یه ظرفی باید باشه که یه ذره توش آب بریزم، یه ذره روغن بریزم. من به هوای میزم بلند میشدم. بعد استرس داشتم خط چشم خوش نشه. منم هی پارو شدم. حالا میزمون داشتم میچیدن. اول هی میرفتم نگاه میکردم میومدم هرس میخوردم. بعد به ایشون هم انتقاد نگاه کنی بهتر بود. هی به ایشون هم انتقاد میداد. آره واقعا. ولی انیویز یه بار سر فرصت یه برنامه‌ای که داری خوشگل برشون. آره چون ایشون برایدال هم انجام میدن. کارشون خیلی حرفه‌ای هستش. یعنی چند سال اکسپریانس این کارو داری عزیزم؟ فکر میکنم وارد 16 سال شده. واو. میگم چند سالت هست؟ خواستم میگم مثلا 2 سالگی شروع به کار والا به دنیا اومده مکاپ شده. خیلی من راستشو بخواین خالم اینا سالن داشتن از وقتی که من خواهرم اینقدر بودیم دقیقا
شاید خیلی زودتر. بعد توی ایران، سمت غرب ایران سالن داشتن دیگه. ما بچگی مثلا خب دیده بودیم این کارا رو و اینکه علاقه داشتیم و تابستونا به عشق اینکه حالا تعطیل بودیم ما خیلی دوست داشتیم کنارشون کار کنیم. میرفتیم از راهنمایی تابستونا میمدیم کنار دست خاله‌مینا وای میسادیم کار میکردیم. خیلی ذوق و شوقشو داشتیم. بعد تا اینکه من رفتم دانشگاه، خب رشته بیولوژی قبول شدم. البته پرستاری قبول شدم، یه کوچولو خوندم خوشم نیومد. بعد بیولوژی قبول شدم، رفتم حالا دنبال، چون اون موقع ها اینجوری بود که مثلا نمیدونم، حالا الان خود پدر مادر راحت تر شدن، ولی قدیم فقط یا باید میرفتی رشته تجربی یا انسانی یا بعد اصلا جوشی اصلا یا غیر این دو تا درس کار دیگه ای بکنی. اصلا نمیتونستی چیز کنی خود. اصلا گزینه هنر وجود نداره. بچه خنگاه. دقیقاً. خلاصه من در کنار حالا رشته‌ای که قبول شدم، من دبیرستان شروع کردم به کار کردن. حالا داستان کارم خیلی جالبه، حالا بعدا براتون تعریف میکنم چون میترسم طولانی شه. خیلی جالب که اصلا انگار افتادم توی این مسیر بدون اینکه خودم بخوام، چون اصلا رشتم یه چیز دیگه بود. بیولوژی خونده بودم، قرار برم تو آزمایشگاه کار کنم، اصلا قرار نبود بیام توی این رشته. خیلی اتفاقی یه روز سرنوشت منو عوض کرد. یکی از مشتریامون، چون من خالم میکاپ میکرد قدیم، بعد یکی از مشتریا اومد و گفتش که من میخوام میکاپ کنم. اون روز خالم نبود که کار میکاپ رو انجام میداد. بعد این یکی خالم اومد بهم گفتش که اگه میتونی با همون لوازم آرایشی که خودت داری خیلی خودتو خوشگل میکاپ کنی، بیا یه مثلا دستی هم به سر روی ایشون بکش. گفتم نه من نمیتونم، من خودم میکاپ میکنم. نه هم وسایلات خوبه هم چیزه. نه بیا اوکیه. همین من رفتم ایشونو میکاپ کردم. انقدر از کار من خوشش اومد با همون وسایلای کوچیک و کمی که برای خودم داشتم. گفتش نه خیلی خوب میکاپ کردی، شد مشتری ثابت من. یه کامنت درست و به جای یه آدم چقدر میتونه به طرف انرژی خوب ادامه دادن بده. مشتری اون اصلا خیلی عجیبت، چون خالم اینام دیگه خیلی وقت بود کار میکردن، خسته شده بودم، خواستن یه خود بیان عقب‌تر. شروع کردم به من عروس دادن و من خیلی زود افتادم تو کار عروس. ببین یه چیزی که من یه مقدار خیلی پیشن نیستم توی هیچ کاری، خیلی عجولم، حتی حرف زدنم هم توجه کردم خیلی تنده. چیزی که خیلی برای من خوب بود دستش تنده، یعنی 2 ساعت طول نمیکشه. یعنی من واقعا اگه بخوام قرار باشه یه کاری رو برم، الان خیلی هستن که مثلا شاید ظاهر آرومی داشت، حالا تو ظاهرت هم آخه اینه دستت چیزه، ولی بعضی هستن ظاهر آرومی دارن ولی اونام دستشون یه جوریه که راحت، خیلی آدم اذیت، همین که زیر دست کسی آدم اذیت نشه خیلی خوب. من دیروز واقعا زیر دست اذیت نبودم. اینو نه به خاطر اینکه بخوام تبلیغتو بکنم یا تعریفتو بکنم، واقعیتو دارم میگم. و دیشبم بهت گفتم متاسفانه یا خوشبختانه من واقعیت ها رو میگم. خیلی برام مهم نیست دیگران چی فکر میکنن. آخه چیزی که واقعیت بله واسه همین خیلی مهمه. خیلی برام مهمه اون کسی که بعد اگر واقعا یکی خوشم بیاد ترجیح همه اون کار دیگرانم تجربه بکنن. اصلا بحث تبلیغ میره همیشه برای من کنار. یعنی باید کارت عالیه دختر. ممنونم عزیزم، شما بسیار لطف دارید. خودتونم زیبایی زیادی داشته باشید. خیلی تجربه علاقه داره. دیگه برای انجام دادن فکر نمیکنه دیگه، انگار دستت میدونه خودش باید چی کار کنه. هرچند که حالا تمرکز خاص خودشو میخواد. یعنی تو ذهنم دارم یه حرکت انجام میدم، حرکت بعدی رو مثلا تو ذهنم میگم مثلا اینو الان باید انجام بدم، ولی چون تجربه خیلی داشتم تو خیلی جای مختلف، چون ایرانم که بودم تو یه سری سالونا چرخشی هم کار میکردم، فقط کار عروسو. بعد از یه تایمی هم وارد گیریم سینمایی شدم. که دیگه رفتم پیش خانم مهر شیرازی، مدرک و اینام هم هست توی سالونمون. پیش خانم مهر شیرازی دوره گیریمو دیدم که دیگه اونجا خیلی تکمیل شد و خیلی به کارم کمک کرد، چون اصلا گیریم سینمایی داستانش فرق میکنه. میتونه آدم طرفو تغییر بده بدون اینکه میکاپ آنچنانی تو چهره یه طرف باشه. اون داستانش فرق کنه و خیلی کار منو تکمیل کرد. بعد رفتم وارد حالا یه سری کارهای سینمایی شدم، با یه سری کارگردانای خیلی خوب کار کردم و اینا برام تجربه خیلی خوبی بود. دیگه وقتی به چالش میافتی هر چالشی خب قوی ترت میکنه دیگه. واسه همون
حالا من دیشب با این ذهنیتی که خب فکر کردم که میکاپ آرتیستی رفتم میگم که من که میخوام یه لباس هندی بخرم، اگر که آرایشگر باشه، میکاپ آرتیست باشه و بتونه، میرم بهش میگم خیلی هم عالی. باعث افتخار من خیلی در جذاب میشه اتفاقا آرایش هندی. من اصلا لباساشو این سبکا رو خودم دوست دارم. آره منم خیلی دوست دارم. واسه همین بقیه داستان خودم چیدم که اگه اینجوری باشه، اگه اونجوری باشه، اگه اونجوری باشه، پس گزینه حالا یا میکاپ هم میکنه یا عکسمو میگیره. بچه‌ها امروز خیلی صمیمی‌تر بودن، خودم راحت‌تر بودم باهاشون. دیروز یکم معذب بودم ولی امروز خیلی بهتر بودم، بیشتر با هم گپ زدیم، بیشتر بهم خوش گذشت. خب من ممنون میشم یه چای بهمون بدی. آخ بچه‌ها آب خالی فقط. من سرگرم حرفا اینجوری پذیرایی به خدا اگه امتیازی بود امروز تموم شده بود. مرسی عزیز دلم. ببخشید دیگه من مثل شما دیروز چند رقم چایی نیست، یه رقم چایی. نه مرسی عزیز دلم، خیلی عالی. تو فقط فقط چایی رو به ما بده بخوریم، دهنمون خوش شده. دمت گرم. دستم در نکنه. من بفرمایید مریم شماره 1. مرسی متشکرم. دست به دست کنیم. سهیلا جونم که عاشقشم ولی یهو یه چیزایی رو تو صورتت میزنه که یهو اون وسط سهیلا جون گفتن که خب نمیخوای به من چای بدی؟ بعد من گفتم اوه معذرت میخوام، من انقدر سرگرم حرف زدن شدم اصلا یادم رفت پذیرایی کنم. من اینجوریام دیگه، خیلی راحتم، دوست دارم دیگه همه بردارن و خودشون پذیرایی کنن دیگه، این نگم بخور دیگه. کلا یادم رفت. حالا جریان مریم شماره 1 شماره 2 رو من بگم بهتون، چرا خودتون بدونین برای چی ما کردیم. همون مریم شماره 2. جریان اینه که مریم جون خیلی به موقع و زود اومدن. مریم اول دیگه شدن مریم 1. مریم 2 خیلی دیر اومدن، البته آن تایم بودن عزیزم. به خاطر همین ما گذاشتیمشون مریم 2. یعنی ریزن دیگه ای نداشت. رو این حساب فقط 2 شدیم. آره خب خودت چای نمیخوری؟ چرا منم الان میخورم. خیلی عالی. حالا من یه سوال ازت دارم. از من؟ آره. اگر توی میکاپت یه نفر بیاد، حالا چهره، حالا به یه سبک آرایش خاصی خودش عادت کرده، میاد میگه که من میخوام این شکلی منو آرایش بکنی، تو میگی بهش نمیاد، راضیش میکنی یا اون چیزی که مشتری میخواد فقط انجام؟ نه اون چیزی که مشتری میخواد. من فقط حتی اگه بهش نیاد بهش میگم این سبک میکاپ بهتون نمیاد. من اتفاقا خیلی مشاوره میدم توی میکاپم. اول که ازش میپرسم که چه مدلی دوست دارین، غلیظ، لایت یا مثلا مدیوم، بین غلیظ و لایت. بعد اولی سوال میپرسم، بعد رنگ لباسشون رو میپرسم که چه رنگیه. بعد حالا اگه سبز و آبی باشه، مثلا طرف میگه نمیخوام سبزی آبی باشه، خب یه چیز دیگه هماهنگ میکنم. بهش میگم که به نظر من مثلا شما این مدل خطش یا این مدل سایه یا اصلا این مدل کانتور یا این رنگ رژ به هارمونی سایه و رژگونتون میاد. توی هر مقطعی که با هم دیگه حالا تضاد سلیقه‌ای داشته باشیم، من در نهایت اون کاری رو که مشتری میخواد انجام میدم. بسیار عالی. چون خودم سبک میکاپا مثلا میگم و غلیظ نیست، خودم لایت بیشتر دوست دارم، ولی خب خیلی سلیقه منه، سلیقه همه نیست و قرار نیست من سلیقه‌مو تحمیل کنم. مثلا میگم من غلیظ میخوام، میگم چشم، هر چیزی که مشتری بخواد. خیلی عالی. مریم جون دیروز شما آرایشت خیلی قشنگ بود. خودت آرایش امروز هم قشنگه. دیروز خودت آرایش کرده بودی یا میکاپ آرتیست داشتی؟ خجالتم نه البته خوشگلی ها، ولی خاطر داریم راجع به آرایش دادن زیباییت که اصلا بی‌نظیره. نه من خودم انجام دادم. خب حالا اگه مثلا بخوای به ایشون یه سوالی بکنی، بگی که مثلا بخوای چه آرایشی به من میاد، یا اونو دوست داری بهش بگی که مثلا اینجوری من آرایش کن، یا میگی که هر جوری که خودم میخوام؟ به نظر من میکاپ آرتیست یا هر حرفه‌ای 100% پیش کسی میرم که تجربه کاری داشته باشه، قدر باشه توی این کار. و وقتی آناتومی صورت من رو ببینه و بشناسه دیگه همه رو به خودش میسپارم، چون دوست دارم که یه کاری جدید واسم انجام بده. من میکاپ حالا اسپورتم، میکاپ نمیدونم کلاسیک یا مدرنم، برای خودم متفاوت هست ولی همش به سلیقه خودمه. ولی دوست دارم که یه تجربه جدید داشته باشم وقتی میکاپ آرتیست انجام میده، دیگه من نظر ندم.
به سلیقه اون باشه، چون که میدونم اونم بهترین کار خودش آخه میکنه. آرایش سبک آرایش یه جوری بود که انگار مثلا من اگه نمیشناختمت شاید فکر میکردم که میکاپ آرتیست باشی. آره خیلی جدی و شاید هم باشی البته نمیدونم، من میدونم بقیه نمیدونم، شاید هم میکاپ آرتیست باشی، ولی خب از میکاپ فکر میکنم سر در میاری. آره مشخصه. آره خیلی قشنگ جدی بود، میکاپش واقعی بود. شما تو اگه می‌خواستی تو آرایش دیروز من ایراد بگیری چی ازش ایراد می‌گرفتی؟ واقعی بگو. من نمیگرفتم. خب در اون که من زیبا هستم نه، هیچ نه، ایرادی نه. من ندارم که حرفی نیست. آره بس کار واقعی ایشون بگم. رو نه بخوایم واقعی بگیم. دارم میگم. نه ببین انقدر لایت و طبیعی و قشنگ بود، یعنی یه چیزی نبود که نگاه کنی بگی چقدر این آرایش کرده، مثلا همه چیزش به جا و درست. واقعا قشنگ بود، نه به خاطر اینکه حال زیبایی شما جداست، ولی واقعا خیلی قشنگ. خدا رو شکر. پیدایی که قشنگ میدونی. آره منم دیروز اینو فهمیدم. و از همه مهمتر میکاپت سن بالا نبرده بود. آره خیلی واسه من زیر سازیشو میگم من واقعا فرصت نکردم خودم توی آینه ببینم تا آخر شب که دیگه همه کارامو کردم. تازه 12 شب اومدم بگم یه پست میخواستم بذارم یا استوری بذارم، یادم افتاد که من میکاپ دارم. دیدم خودمو وقتی رفتم آرایشم پاک بکنم زیر سازیش معرکه بود. خیلی جالبه چون من لوازم آرایش خیلی خوبی استفاده میکنم، چون برای سلامت پوست و موم خیلی ارزش قائلم. بله خیلی مهمه و خیلی لوازم آرایش خوبی استفاده میکنم. ولی خیلی جالبه، مطمئنا شماها این ماها هر چی هم خوب استفاده چجوریه که موادی که استفاده میکنیم اونی که اگه ما استفاده کنیم اونجوری نمیشه که شما استفاده کنید. آره دیگه قلقای خاصی داره دیگه. راست میگه اگه ما همونو بخریم اونجوری نمیشه. من اصلا نمیشه. تازه من خودم یه سررشته تو میکاپ دارم، میکاپ آرتیست بودم ایران، ولی خب من مدرک دارم کار نکردم خیلی. عزیزم همه کاره مشکل. چه هنرمند. آره همه جوره. حالا من انقدر در این زمینه هیچی ندارم که با دختر خالم میشستیم بیا برای من خط چشم بکش. اون باز از من وضعش خرابتر بود. یه دونه رو میکشید میگفت مریم اون یکیش دیگه به من ربطی نداره. تا یه دونه بیشتر جلو نمیرم. قرینگی واقعا کار سختیه. اصلا بابا خط چشم خودش ذاتاً کار خیلی سختیه. اصلا من سالها درگیر این قضیه بودم. قرینه کردم و واقعا خیلی آدم میکاپش بد باشه ولی قرینه باشه خیلی بهتر از اینه که خوب باشه ولی قرینه نباشه. خیلی روی موضوع حساسم. ولی خب دیروز بفهم. نه صحبت رو نمیخوام قطع کنم. نه بفهم. نه خیلی چیزا خاصه. دیروز می‌خواستم بگم یه فرق کوچیکی داشت بین دو تا خط چشم، خیلی ریز و خیلی که حالا هیچ کس متوجه نمیشد. منظورم اینه که حالا چون با استرس هم کار کردی، اون استرسی که من بهت وارد کردم نه واقعیتیه. من اصلا مشکلی ندارم با اینکه من واقعیتمو تو اینستاگرام میذارم. من وقتی که یه چیزی اذیتم بکنه در جا میگم و واقعا اذیتت کردم دیروز، خودم میدونم چون خیلی اذیت بودم و واقعا تمام برنامه‌هام داشت به هم میخورد، دیر شده بود. فکر میکنم هر 3 دقیقه یه بار بهت یه چیزی گفتم و هی 5 دقیقه بار بلند شدم فقط. خیلی اون خوب تمرکزش هم دست نه خیلی دمش گرم خوب ولی خب در حدی هم نبود کسی بفهم. من خیلی حساسم خودم روی موضوع. اصلا معمولا کاری که خودت انجام میدی و ایراداشو خودت میبینی در حالی که بقیه هیچ وقت نمیبینن. 100% تمیز کار کرده بود. همین متمایزش میکنه. خیلی از میکاپ آرتیستا کار میکنن، خب به نظر کارشون هم قشنگ میاد، ولی وقتی از نزدیک نگاه میکنی سایه ها تو هم قاطی شده، رژ گونه ها قاطی شده، مثلا رژ لبش خطش دور تا دور مالیده شده. آره اونو من دوست ندارم. مگه یه زمانی کسی بخواد میکاپ هم بکنه حتما به این ظریف کاریش نگاه میکنن. کلش یه چیز دیگه است، دیتیلش مهمه. آره دیتیلش مهمه. خلاصه که کارت درسته. ممنونم. مرسی عزیزم. مرسی. و چقدر آدم به همچین چیزی نیاز پیدا میکنه. واقعا میگم چون ماها من خودم چون تازه اومدم مثلا هیچ کس هم نمیشناسم و چقدر مهمه که آدم بدونه مثلا آدم مثل شما هست، چون هر جایی هم نمیتونی بری، چون برای یه مراسم خاصی این اتفاق برات میفته، بعد بری یه جایی خرابکاری هم بشه همه چیز تو از دست میدی. خیلی بوده که خانومایی که رفتن خودشونو درست کردن مو صورت، بعد اومدن تو خونه شستن. خود من برام باورتون نشه من این همه ایران میرفتیم عروسی، اینجا کم میریم عروسی و اینا،
شاید 2 بار آرایشگاه رفتم دیگه، چون مجبور بودم برگردم پاک کنم خودم آرایش کنم، هیچ وقت نرفتم. ولی اینجا واقعا با خیلی راحت به دست چند تا آرایشگر خودمو سپردم. عزیزم باعث افتخاره واقعا. آره من که هندی حتما لباسمو امروز دنبالش بودم که بخرم و واقعا مراسم خاصی نه دوستش دارم. چون آره یه چیزم دارم، حالا یه پروژه فیلم برداری هم 2 روز دارم، برای یه روزش اونو میخوام بپوشم. جانم حتما من در خدمتتم. عالی، چقدر قشنگ. باعث افتخاره. بعد لباستو بده منم بپوشم. بعد تنگ کن برای خودت. چرا مگه اینا همش پارچه است دیگه؟ نه از این چیزاست بهش میگن پیرن پنجابی، بلوز، یعنی حالت بلوز بلند با شلوار و حالا شالش. من میدونید نه ساری وقت بگن هندی مثلا یه دونه تاب یه دامن بالا پارچه من خیلی رویایی فکر میکنم این ساریه، ولی این که من میخوام بخرم پیرن پنجابی بهش میگن، اونو میخوام بخرم. ساری ایران دارم، برم ایران میارم اون بهت جان. آره حتما خیلی دوست دارم. کجایی هستی مگه خودت؟ ترک. آخه چه جالب. چجوری علاقه داری به این چیزا؟ خیلی علاقه، خیلی وحشتناک علاقه. درست میگم کردا بیشتر لباسای اون مدلی میپوشن. من اصلا لباس کردی میپوشم. فکر هم چیزایی که خیل رو هم ولی این فکر میکنم یه بک‌گراند هندی دارید. اصلا من تو هند به دنیا آمدم. نه چه بامزه. آره من هند به دنیا آمدم. آره بابام دانشگاه میرفته اونجا، با مامانم آشنا شده، ازدواج کردن. من نمیدونم روزی که میایم خونتون از این خاله باید برام بذارید. قبلش بیا بعد این والا من اون روز تمتم عوض میکنیم میشه هندی. هندی من هیچی هندی ندارم. من خودم دارم عوض کنی کشتمش. همون یکیه خاله ندارم. من همونی که تممم گذاشتم ندارم. حالا به خاطر اینکه من کار گیریم سینمایی کردم و میتونم حالا گیریم‌های مختلف و ملیت‌های مختلف رو انجام بدم، دوستان حالا قراره بیان پیش من، افتخار اینو داشته باشم میکاپشون کنم. مریم شماره 2 هم که میخواد بیاد هندی میکاپ بشه، قراره یه روز لباس هندی بپوشه بیاد میکاپ هندی کنه. بریم برای عکس و فیلم. النا جون بین لوازم آرایشی کدوم بیشتر دوست داری؟ ببین مدل حالا کار من، حالا نمیدونم فکر کنم همه میکاپ آرتیست‌ها اینجوریان تا جایی که میدونم، هر برندی یه چیزیش خوبه. اینجوری نیست بگم فقط میرم دیور میخرم کل وسایلم مثلا دیوره، نه. خب نه بذار من سوالش رو تکمیل بکنم. اگه قرار باشه فقط یک چیز یا 2 تا چیز رو دوست داشته باشی اونو بگو. خب مسلما که تو هر برندی آرایشگر میگه چیزه که ولی من می‌خواستم برندشو بهم. آها ببخشید. خب چه برندی رو بیشتر دوست دارم؟ واقعیتش نارس. نارس توی برند نارس به نظر من تعداد متعددتری از لوازم آرایشی هست که رو هم رفته. آره از نظر کیفیت، از نظر کیفیت، از نظر موندگاری، از نظر همه چی، واقعا راحت بودن، اینکه پوستو فردا سفورا دارم تبلیغ نارس می‌کنم. نارس خیلی هوای منو داشته. نارس خیلی طرفش شنیدم کانسیلر زیر چشمش. من کانسیلرشو دارم عالی، ولی فقط کانسیلرشو دارم. ولی بقیه‌اشو نمیدونم. حالا کانسیلر زیر چشمشو استثناء نه، من کانسیلر دیور و تارت بی‌نظیره. یعنی توی کانسیلرها تارت میگم، چون من از هر برندی یه چیزیشو دوست دارم و استفاده میکنم، ولی نارس فوق‌العاده است. برندهای دیگه خب خیلی برندهای خوب و بهترم داریم که خیلی همشون هم خوبن، ولی آره به نظر من خیلی نارس دوست دارم. بعد بین مثلا 4 قلم لوازم آرایشی، مثلا ریمل، روژ کنه و پنکیک، کدومش انتخاب میکنی؟ بین یه بار دیگه بگو. ریمل و روژ کنه، پنکیک. ریمل من یه ریمل داشته باشم دیگه بقیه‌اش حله. یه جورایی آره دیگه، هم انگار توی ابرو میشه کشید، سایه میشه زد. مثلا وقتی موجهات مشکی و چیز باشه یه جورایی میشه باز یه کارایی باهاش کرد، ولی مثلا اگه فقط روژ گونه داشته باشه اون میشه. نه ایشون انتخابش بود. آره انتخابش ریمل بود. نه من اینجوری فکر کردم که من اگه هیچ آرایشی نداشته باشم ولی ریمل رو داشته باشم اوکیه. آره منم یه ریمل
کارم رو میندازه. حالا من یه چی بهت بگم، تا حالا شده که عروس از زیر دست نیاد بیرون و دعوا بشه و مراسم به هم بخوره؟ فکرش هم نده. آره مثلا مهمونی به هم بخوره، دعوا بشه، مثلا هرچی. دارم فکر میکنم خدا رو شد چیزی یادم، یعنی نمیدونم حالا اون موقع که نه، حالا شاید در رفتم بیرون، حالا چه میدونم دعوا کردن طلاق گرفتن، اتفاق جالبی شده بوده بیافته توی برنامه هایی که داشتی، مراسم های عروس داشتی، اتفاقی بیفته عجیب غریب باشه، چیز جذاب باشه. حالا اتفاقات عجیب غریب زیاد میفته، ولی یکی از خاطرهای بانمکی که حالا خیلی هم دور نیست این بود که یه دفعه که عروس دوماد داشتم، دوماد ماشینش بنده خدا خراب شد از در هم سالن استارت نخورد دیگه. زنگ زدن خواهر عروس اومد و با این ماشینی اومد و اینا اومدن، حالا یه سری کارشون انجام دادن اینا. بعد فهمیدم که خواهر عروس با اون آقایی که اوورده بودتش با هم ازدواج کردن. بالا خیلی هم جالب دیگه واقعا مخ باز کن. خوبه بس دستت سباکه. خیلی عالی. چی از این بهتر شد دیگه. اینکه همش میگن آرایشگر دیر میکنن، عروس دیرش میشه، راسته؟ آره یه سری اتفاقایی میفته که واقعا دست تو نیست. به خاطر همین من همیشه سعی میکنم که مثلا به عروس بگم یه ساعت زودتر بیاد که از این ور مثلا استرس نگیره، چون عروس خیلی مثلا کار زیادی داره. مشتری یه موه یه میکاپ خب میره، عروس تور باید نصب بشه، زیرساز باید بشه، اصلا میکاپش یه خود فرق میکنه، کرم بدن داره، شاین بدن داره، لباسشه، یه سری بندای لباس هم حالا تو ایران بیشتر اینجوری بود، یعنی 1 ساعت فقط بستن اون بندای پشت لباس عروس وقت ما رو میگیره تا از در بره بیرون، کفش بپوشه، تلاشو بندازه، جواهراشو بندازه، حالا لباساشو جمع کنه، باز بریزه تو چمدونش اونا رو ببره. اینا همش خودش یه پروسه طولانیه. ولی الان این شکلی شده ها، خود زمان ما مثلا خیلی آسون آرایش میکردم پاشو برو. آره مراسم اضافه شده، انگار مرحله های مختلف اضافه شده همش. آخه خیلی هم ساعت زود میگن تو ایران 3:30 صبح عروسو میکشونن آرایشگاه. دقیقاً من اون موقع خوابم، من انقدر خاطرات 3 صبحی داشتم. آره فقط من بودم واقعا وقتی داشتم میرفتم، خب یه خود بچه ترم بودم، واقعا میترسیدم تو خیابونای ایران. فقط من بودم با کارگران عزیز شهرداری تو خیابون. یعنی 3 صبح یه دفعه یکی از عروسان زودتر از من رسیده بود، اومد و گفت النا جون تو رو خدا زود بیا، من میترسم. خیلی هوا تاریک بود. آره. شما موبایلم کار میکنی یا نه فقط باید بیان سالن؟ نه موبایلم کار میکنه. خیلی خوبه، هیچ از این بهتر نیست. وای خیلی، یعنی اصلا هیچ گزینه‌ای واقعا خیلی ارزشمنده. آره چون برای یکی مثلا من همیشه نیاز دارم که همه کارام موبایل انجام بشه. آره کار می‌کنی برای خود نرخش یه کوچولو طبیعتا همیشه همینطوره، موبایل باشه بهتره هر زمینه‌ای که باشی. آره خب چون الان فعلا خوبه شرایطشو دارم، میتونم یه جایی رو هماهنگ کنم، یا مثلا عروس ازم وقت میگیره مثلا خودشه با 5-6 نفر دیگه، خب اوکیه برام قطعاً که من برم اونجا. آره چه اتفاق افتاده عروس خودشو ببینه بگه من دوست ندارم یه شکل دیگه شدم؟ ببین حالا واقعا شاید فکر کنید دارم دروغ میگم، ولی خدا رو 1000 مرتبه شکر شده تو آینه ببینه بگه خب ببین اینو کم کن یا اینو زیاد کن، یا مثلا این ور لبم مثلا یه ذره پایین‌تره، اون ور اونم اونجوریه، ولی اینکه کلا بشور و اینا نه، واقعا خدا رو شکر. ولی خب کارت هم درسته. حالا فدات شم، ممنونم، مرسی. کلا آدم حساسیم، چون من خودم خاطره اینکه از آرایشگاه بیام و برم دوش بگیرم و دارم دم عروسی و اصلا خیلی هم خاطره بدی میشه. آرایشمو کامل پاک کردم، خودم آرایش کردم رفتم. خیلی به نظر من خیلی اون شب میتونه به آدم خوش بگذره یا بد بگذره به خاطر اون حسی که به خودش داره. اون شب واقعا من خودم اگه حس خوبی به خودم نداشته باشم ممکنه یه جای اذیت شم. باید لباسی بپوشم که راحت باشم، باید اون کاری رو بکنم که خودم دوست داشته باشم. اگه غیر از اون باشه اون مهمونی و اون عروسی بهم خوش نمیگذره، چون خودم اینجوری هم میدونم که خب من یه اعتماد به نفسی ممکنه به اون طرف بدم که باعث بشه شبش خیلی قشنگتر بشه.
یا اینکه مثلا یه اعتماد به نفسی رو از یکی بگیرن که باعث بشم اون شب مثلا بهش خوش نگذره. چون واقعا میکاپو که کسی میره، حالا خود آدم که هیچی میری وقتی پیش یه حرفه‌ای واسه این میری دقیقاً که یه لول بالاتری از زیبایی رو داشته باشی دیگه، بعد بخواد اون خرابکاری هم بشه خیلی دیگه دردناکه. شب ممکنه بدی بشه برای طرف. آره. النا یه شخصیت خودمونی داره، انگار که مثلا یه آدمیه که از قبل میشناسیش، با اینکه خب دیروز با هم آشنا شدیم. به نظرم یه آدم صمیمی میاد برام که خب خیلی هم دوست دارم از این به بعد باش دوستی ادامه بدم. خونش که خیلی خوش گذشت، بچهای دیگه سهیلا جون، مریم یک خوبن، فکر میکنم که اکیپ خوبی هستیم، دوست دارم که باهاشون همیشه ادامه بدم، چون مخصوصا توی غربت دوست خوب پیدا کردن اصلا کار راحتی نیست. این برنامه هم که خب باعث شد که هم همدیگر رو بتونیم بشناسیم، هم امیدوارم برای بیزنس هممون خوب باشه، چون واقعا یه ایده نو قشنگیه دیگه، که حالا واقعا درسته که دوره هم عصر رو نمیخوریم و اینا، اما اون جو رقابتی که شاید بعضی وقتا باعث میشد که نمیدونم نظرهای بعد، کارهای عجیب غریب آدما هم از توش حذف شده، این باعث میشه که دوستی‌ها بهتر شده، صمیمیت ایجاد شده و اینا. در کنارش خب بیزنس ها هم دیده میشه، شاید کسایی که مثل خود من میدونی واسه دیده شدن ندارن این شکلی شناخته تر بشیم. کلا خیلی خوشحالم از این که تو این برنامه هستم و از سهیلا جون خیلی ممنونم. حالا شده عکس واسش بیاره بگه من این شکلی درست کن، مثلا داماد گفته این شکلی باش، خیلی ولی اصلا اون بهش نیاد. داماد شکلی باش، خب برو خیلی شده. خیلی ها معمولا عکس میارن میگن من این سبک رو دوست دارم، به نظر بهم میاد. حالا یه سریا با مشورت میکنن که این سبک به من میاد، یا میگم آره، یا میگم مثلا این نه به شما نمیاد، چون مثلا شما کاتکریس میخوای ولی پشت پلک پف داره. خب مدل کاتکریس به پلکای پف دار نمیاد، ولی اگه دوست داشته باشی برات میزنم، ولی اگه مثلا خودت دیدی خوشت نیومد دیگه تقصیر من نیست. اینا رو میگم. ولی خیلی عکس میارن میگن این سبکی میخوام. خب حقم دارن دیگه. من خودم هم یه جایی میخوام برم عکس میبرم میگم من دوست دارم این شکلیشم. اوکی نیست. من خب به شرطی بهش بیاد دیگه. آره دیگه. حالا من هیچ وقت نظر نمیدم، مثلا نه پیش خیاط نظر مدل رو میدم، نظر خاص نمیدم، پیش آرایشگر نظر، چون میگم خب اگه من بلد بودم که خودم انجام میدادم، حالا که بلد نیستم میرم پیش یه حرفه‌ای، پس بذار اون انجام بده دیگه، به کار خود دخالت نمی‌کنم. کارو به کار. حالا خیلی خوبه یه نظراتی که مثلا بعضیا میدن اتفاقا سازنده است. مثلا چه میدونم من لباسم سبزه، دوست دارم سبز میکاپ کنم، آیا بهم میاد یا دهاتی میشه؟ مثلا یه چیزایی رو خب تو سلیقت دوست داری، مثلا میگی این سبکو دوست دارم ولی اینش بیشتر باشه، مثلا موجم بیشتر باشه، چه میدونم رژ لبم پررنگ‌تر باشه یا نه کم رنگ‌تر باشه. من با توجه به اون چیزی که به چهرت میام نظرت هم اعمال میکنم توی کارم. ولی این که مثلا یه عکسی بیارن که اصلا صورتشون یه فرم دیگه باشه، آره اون دیگه خب اون واقعا خوب نمیشه. یعنی شکلی مونکن. آره من شکلی کن دیگه. اینا باید یه جوری جراح هم باشن دیگه، کاسمتیک سرجری هم باید انجام بدن، لیفت شقیقه، لبا برجسته، بینی باریک. من اگه خواستم آرایش هندی کنم میتونه منو شبیه آشواری چرا که نه؟ ببین من عکسشو میارم واسه. خیلی عالی. روز خوبی بود، تم خیلی خوبی گذاشته بود، تم اسپورت گذاشته بود، بچه ها خیلی یخشون با رفته خیلی بهتر شدن. النا یک مقدار هیجان زده میشه ولی خب دختر خیلی خوبیه، خیلی راحت حرف میزنه. البته یه سری سوالای منو جواب نداد، مثل اینکه متأهله یا مجرد و اینکه چند سالشه. خب خانم‌ها رو که کلا نباید راجع به سنشون خیلی پرسید، ولی خب اینا رو خودتون ازش برید بپرسید. امروز خیلی همه چی خوب بود مثل دیروز. خیلی خوش گذشت در کنار بچه‌ها و خیلی خوشحالم که دارم با دوستای جدید آشنا میشم. همه خانمای مستقلی هستن. امروز هم که معلوم شد که النا جون یه هنرمنده، یه آرتیسته و خیلی هم خوشحالم که باهاش بیشتر کار بکنم و حتی حاضرم که یه بار میکاپ هم کنم. کلا امروز روز خوبی بود، خوراکی‌های خیلی خوشمزه، محیط صمیمی، دوستی‌های محکم‌تر. خوش گذشت دیگه. جز خوش گذشتن اتفاقی برامون تو این 2 روز که نیفتاده. فردا و پس فردا مطمئناً بهتر از این 2 روزه.
امروز روز من بود و اینکه خب خیلی روز میتونم بگم سختی بود برام، چون که یهویی وارد این داستان شدم. یه خورده خیلی عجله‌ای بود همه چی، ولی حالا خدا رو شکر به نظرم بد نبود و اینکه واقعا دست خواهرام برادرم درد نکنه، خیلی کمکم کردن. اصلا من نمیتونستم پسش بر بیام، ولی خب بالاخره داره میگذره و خوش گذشت بهم. خیلی هم بچه ها رو دوست دارم، واقعا خیلی آدمای خوبی هن. یه چای، یه میز، یه عصر قشنگ، یه جمع صمیمی بدون رنگ و جنگ. یه میز پر شده با چای شیرینی، حرفا میچرخه توی جمع خودمونی. یکی لبخند میزنه میپرسی شغلش چیه، اون یکی میگه خب حالا شغل تو چیه. دور از نمره رقابت ولی پر تلاش، با نگاهشون میگم بیا حدس بزن داش. یه روز اینجا یه روز اون ور شهر، دور هم میشینن با خنده و قهر. یه فرصت شیرین پر از حرف و خیال، پس معطل نکن اون چای رو بیار.